یکی از بهترین مشق‌ها برای صیقل دادن قوه جسمانی ورزشگر است. ورزشکارا باید شناخت به ورزش خودشون داشته باشن. ما سر و کار با جان فرزندان مردم داریم. وقتی کودک می‌بیاید با مشق از چیز عملو سر کردن درس جودو. در مغازه 40 دختران است، برای مشق و تمرین بهتر و خوبتر است. استادان پرتجربه اصولهای نو را آموزش می‌دهند. سفر کاری ما با موزه 40 دختران ناحیه مومن‌آباد بهگاهی روز 15 ایول آغاز شد. مقصد این سفر یک سمینار آموزشی رشد ساختار ورزش جودو بود که فدراسیون جودوی تاجیکستان برگزاری آن را در این منطقه پیش بینی کرده است. نقلیات راه‌های کوهی را عبور کرده پیش می‌رفت. همسفرانمان در داخل نقلیات یک یک موضع‌هایی را که برایشان پسند می‌آمد نوار می‌برداشتند. تقریبا ساعت‌های 22 شب به موضع 40 دختران رسیدیم. نخستین چیزی که در آن شب به نظرمان آمد مهمانخانه 40 دختران بود که چند سال پیش بنیاد شده است. در آن تاریکی شب بجز این مهمانخانه چراغان دیگر زیبایی‌های طبیعت اطراف از نظر پنهان مانده بود. از صبح بروقت صدای کندکفانی ناصر بازاروف از دوری ها شنیده می شد. استاد ورزش تاجیکستان ناصر بازاروف در اینجا شغل دیگر دارد. وی برای اشتراکچیان سمینار همچون آشپز نهاری آماده می کند. میگویند که با یک شخص 40 هنر کم است. برای همین اون کارهایی که من مثلا کرده ایستادم در وقت‌های جوانی، در وقت‌های تمرین، مخصوصاً با همون کندکفانی که چقدر که دیدید و با علف دروی بسیار شوق و رغبت زیاد داشتم و در وقت تمرین کردن ها که مثلا با استراحت میبر آمدیم و برای یاردم پدر و مادر میرفتیم، به حد چون که از مشق میماندیم همون برای گرفتن قوه جسمانی و چالاکی و جانسختی همین کارها را به انجام میرسیم. کنده میکفاندیم یا اینکه علف میدرویدیم. برای اینکه این یکی از بهترین مشق‌ها برای صیقل دادن و بلند برداشتن قوه جسمانی ورزشگر است. من چون ورزشگر هستم سالهای طولانی، مثلا زیاده از 15-20 سال مشق‌های جماعت‌های مشقی تعلیمی ورزشی در ناحیه‌های بلندکوی شهرستان، مثلا در خاولین و در ناحیه زیبا منظر ورزاب جماعت‌های مشقی تعلیمی می‌گذراندم و به غرض از مثلا آشپز اللهیده که می‌بردیم باز خودم شوق و هوس زیاد داشتم و برای تیار کردن و پختن خوراک‌های ملی را خیلی دوست می‌دارم و در وقت‌های لازمی تیار می‌کنم چون خوراک‌های ملی.
بعد ورزش جودو یه ورزشی است که معنی کلمه جودو جو یعنی اصول طبیعی، یعنی اصولی که در طبیعت وجود داره، مثل نرمی و انعطاف آب، مثل سیال بودن آب، باد. سمینار طبق برنامه رشد ساختار ورزش جودو صورت گرفته عادتاً برای مربیان گشتین جودو راه اندازی شده است. در جریان این سمینار مربیان از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان، شهرهای دوشنبه، خوجند، کلاب، وحدت، باختر، ناحیه‌های تابع مرکز اشتراک داشتند. کارشناس بین‌المللی مربی ایرانی عطاالله عباس نژاد با دیگر مربیان مشغولیت‌های نظریوی می‌گذرانید. با توجه به اینکه این سمینار با هماهنگی کمیته ملی المپیک تاجیکستان و فدراسیون جودو تاجیکستان و کمیته بین المللی المپیک برگزار شده، سطح بالای این سمینار جهت ارتقاء سطح دانش مربیان کشور عزیز تاجیکستان بوده که بندم انجام وظیفه کردم. بحث اینه که آموزش در رابطه با جودو و ورزش در دنیا همچنان در حال حاضر با سطح علمی و دانش بروز انجام میشه و آمادگی جسمانی ورزشکاران برای هر ورزش تخصصی متفاوت می باشد. در ادامه اشتراکچیان سمینار و آماده کردن ورزشکار و مسابقه‌های داخلی و بین‌المللی اظهار اندیشه نمودند. مربی چطور باید ورزشکار را هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ روانی و مسابقه آماده سازد. اوستاپیریان همچون مربی در ولایت سوخت فعالیت دارد. تا این دم در تربیت کردن ورزشکاران زیاد این رشته سهم دارد. برگزار نمودن این سمینار از طرف یک متخصص بهترین سطح جهانی از جمهوری همزمان ما ایران که او دن هشتم دارد، قاسم، این یک بسیار کار خوب است. من زیاده از 50 سال باز به همین گوشتی سر کار دارم، لیکن من چیزهای دیدم که در حقیقت ما حال اینطور صرفا میرد. ما اینطور اجرا میکنیم لیکن از جهت علمی نه، چونکه مردم ژاپن وقتی که نورس به تالار میدراید قریب 6 ماه 1 سال فقط حرکت ها را لط نخوردن یاد میتیند. اما بعد از 1 هفته علاکه همون نورس را میبینیم که تو اشتراک کن، تو این اصول اجرا کن. اینها اساساً از برای لط نخوردن ورزشکار بسیار اهمیت کلام میدهند که امروز این متخصص سطح جهانی آقای عطا قاسم برای ما بار دیگر نشان داد. خبر آمدن مربیان رشته جودو به چیل دختران رئیس ناحیه مومن‌آباد لطفیه شریفزاده را به اینجا آورد. او همه مهمانان را به ناحیه مومن‌آباد خیر مقدم گفت و علاوه کرد که یک برنامه خوبی فرهنگی و موسیقی را برای مهمانان بیگاه تشکیل خواهد کرد. غریبی های عصر در دایره برنامه این لایحه قسمت عملی سمینار در یک گوشه صحن مهمانخانه که از آنجا کوه چیل دختران به خوبی نمایان بود ادامه یافت. کارشناس بین المللی اوید به استفاده درست اصولها هنگام مسابقه با مربیان و ورزشکاران مشورت گذرانید. یه تماس سخت با زمین نداریم، میغلطیم در حقیقت، یعنی مثل چرخ اتومبیل. مربیان به این آگاهی برسن که ورزشکاران باید اول از نظر آمادگی جسمانی عمومی و بعد از نظر اختصاصی و بعد به زمان مسابقه به فاز مسابقه برسن
تا در روز مسابقه بتونن اون تیاری و آمادگی اصلی رو داشته باشن. اینی که باید شناخت به ورزش خودشون داشته باشن، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر حرکتی و مبارزه، که اینو باید با دانش علمی که دارن در آمادگی جسمانی تخصصی ورزش خودشون لحاظ کنن تا بتونن این ورزشگاه رو به بالاترین حدش آمادگیش برسونن. بحث ما در این بوده که حتی معلمان باید حرکت شناسی کنن، حتی در رابطه با ساختن و تیاری ورزشگاه را، با کار کردن وزنه، با تمرینات میدانی، اینا همه با علم آمادگی جسمانی میسر میشه که ایشالله تونسته باشن امروز بهره برده باشن. یعنی اینو ما سرعت میاریم اینجا، خب اینجا طبیعیه، اینجا هر اتفاقی بیفته من مثلا بشینم هم ایشو میفته. رزق‌الدین رجبوف که راهبری مکتب ورزشی نمودهای گوشتین شهر دوشنبه را به عهده دارد، میگوید که در دوام فعالیتش به گوشه‌های گوناگون تاجیکستان سفرها کرده است، اما بار اول است که در چیل دختران قرار دارد. به اندیشه وی نقش این سمینار برای مربیان که عادتاً با نورسان و جوانان کار میکنند خیلی کلان میباشد. این سمینار که از ما گذشته است، من برای مربی صاحبکس هم از مربی نو سرکارگر، یعنی که مربی جوان تاثیرش در اونه که ما مربیانی که اگه صاحبکان علاقه تجربه کلان دارن، برای اونو یک تکرار نمیشه خوب است. یعنی که برای مربیان جوانی که از سر کار با کودکان دارن، چقدر که مربی اکسپرت ایرانی گفتن، ما سر کار با جان فرزندان مردم داریم. یعنی که از کدام حالت که وقتی کودک میبیاید در با تالار با مشق، از چیز عملو سر کردن درس جودو، یعنی که هم فلسفه جودو، هم کاربری نظری، هم کاربری عملی در بالای گیری، یعنی تاثیراتش بسیار فایده بخش است. مدت 3 روزه که سمینار جریان داشت، در آشخانه مهمانخانه برای اشتراکچیان سمینار 3 وقت خوراک گرم و میوه‌جات پیشنهاد می‌گردید. و طبق وعده رئیس ناحیه مومن‌آباد، بیگاه روز 16 ایول در نزد مهمانخانه چیل دختران برنامه موسیقی پیشنهاد شد. ما در یک موضع قرار داریم که طبیعت از این زیباتر نمی شود و خوشبختانه امروز مربیان از تمام منطقه‌های کشور در آموزش اصولهای جودو، قاعده‌های نوی جودو قرار داریم. در این محیط برگزار نمودن چنین سمینار آموزش‌ها من فکر میکنم که خیلی منفعت آور است، برای آنکه در اینجا برای برگزاری چنین سمینارها تمام شرایط‌ها موجود است. از همه اساسش هوای خوب، منظرهای خوب، بعد در قسم آشخانه و همه محصولات‌های طبیعی، یگان چیزی خیموی گویم که بازاری مغازه وجود ندارد، همش از خواجگی های نزد همین تشکیلات. موافق مصلحت پیشکی، چندی از مربیان و ورزشکاران برای در طبیعت کوهستان تمرین کردن ساعت 4 صبح
جانب کوی چلدختران راه پیش گرفتند. رزق‌الدین رجبوف همچون مربی رفت تمرین های بچه ها را راه بلدی میکرد. مثل همیشه تمرین را از مشق های عمومی گرم کردن بدن آغاز نمودند. همراهان ما رفت تمرین ها را نوار می برداشتند. داراس عبداللهیف چرخبالی نوار برداری خود را در فضای چلدختران به پرواز آورد. من خودم یکم بار در چلدختران هستم، در ناحیه منوباد بهت موضوع بهت خوبه که برای نه فقط مردم خود ما میتونیم سیاحان رو دعوت کنیم. جودو خود یک ورزش پیشرفته دنیایی، یعنی یک رکلام به خوب میشه برای هم جودو هم برای این توریسمی که در تاجیکستان باید رشد کنه، باید یعنی که مردم دعوت کنیم. نه فقط من درسته روز پرسیدم سال 2 این مهمانخانه چلدختران کار کرده است. مرمت زده از 10,000 علاقه مردم داخلی و بیرون آمده رفته. فرهمند در ولایت سوخت در کلوب ورزشی اوستا پریان تمرین میکند. وی همراه مربیش در رفت این سمینار اشتراک میکرد. بهترین جا از چلدختران کوههای زیبا منظر. در اینجا بسیار استادان پرتجربه، استادان بین المللی هستند. اصولهای نو را آموزش میدهند و ما سمینار میدهند و اصولهای نو چه قپیدن، پرتافتن. اینجا مربیان از منطقه های گوناگون تاجیکستان آمدند. هر یک در منطقه های خودشان شاگردان زیاد دارند. ذکریا مرادوف همچون مربی در مکتب ورزشی ناحیه جیهون کار میکند. این چلدخترانی که در اینجا ما حضور داریم بهترین بود هوا، بهترین استادها از جمهوری آمدن با ما درس میگذراندن، بهترین درس ها رو ما آموختیم. ما 3 گروپ داریم، هر یک گروپ 14-15 نفری، هر ساعت ما از استادها با بهترین اصول های بهترین، خرید مشق هایی که بهترین به نورسون آموختن و از اینجا رفته با بهتر نقصتر میزگرونیم. میخواهم که شاگرد بهترین تربیه کرده، چی در جمهوری چی بیرون از جمهوری ملت رو و پرچم دولت رو معرفی کنند. من فکر میکنم دیگه حاجتی و خارج کشور در تعطیل تابستانه و در برای آمادگی، یعنی که گاری подготовка میگیم تیاری کوهی، حاجتی به یک جا رفتن نیست. ببین که تمام شرایط ها در اینجا، ببین یک مهمانخانه خیلی زیبا که در مرکز بعضی ولایت ها و مخصوصا در بعضی جمهوری ها این خیلی مرکز مهمانخانه نیست. اما تمام شرایط ها برای از طبیعت زیبایش ببین هیچ وقت سیراهی نداره. ساعت 10 روز 17 ایول باز بخش نظریوی سمینار به کار خود ادامه بخشید. این سمینار با اقدام کمیته ملی المپی و فدراسیون جودوی تاجیکستان راه اندازی شده بود. در مشغولیت نظریوی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالله رحمانزاده اشتراک داشت. با امید به آماده کردن ورزشکاران کسبی این رشته و اشتراک آنها در مسابقه های بین المللی اندیشه های خود را ابراز داشت. چنین سمینارها رو با بسیارتر اگر تشکیل میکردن مربیان ما در سطح بلند می آموختند و برای تیار نمودن ورزشکاران تاجیک در عرصه بین المللی حسابگزار می شدند. در این مدت 4 روزی که ما در این سمینار مشورت گوشتین زودو
ки кумитаи олимпӣ ва федератсияи зудои мамлакат баргузор кард масъалаҳои муҳими варзишӣ ки барои ҷавонон наврасон ва дастаи мунтахаб кадом корҳоро ба анҷом расонданд хеле пешрафти куштини дзюдои тоҷик хеле чизҳои хубро ба худ якҷоя гирифтем. маъруф азимов мураббии куштини ҷудо аз ноҳияи муминобод аст. ҳамчунин вазифаи директори мактаби варзишӣ ҳамин ноҳияро бардошт дорад. 17 июл субҳи барвақт ҳангоме ки барои иҷрои машқҳои умумӣ чанде аз мураббиён канори чилдухтарон рафтанд, каме баъдтар вай бо дигарон ҳамроҳ шуд. мо бо ҳамроҳи шогирдон як-ду маротиба омадем тамрин кардем, яъне чӣ хел гӯям зубор гузарондем, машқҳои дастаҷамонӣ гузарондем дар ҳамин мавзеи чилдухтарон дар боди ҳавое ки чӣ хеле ки мебинем. семинари имрӯз ки мо дар ин семинар бо ҳамроҳии устодону оғое ки омагӣ аз эрон мо бисёр чизҳоро омӯхтем ва мехоҳем ки ҳамин семинарҳо ҳамин хел рушд ёбам. мо аз семинаре ки имрӯз гузаронем бисёр чизҳоро фаҳмидем, бар шогирдои худмон бо мерем мефаҳмонем. маъруф мегӯяд ӯро шавқи куштин гирифтан аз хурдӣ водор сохт ки дар варзиши ҷудо тамрин кунад. ҳоло чун мураббӣ мекӯшад ки шогирдони соҳибкасбро тарбия намояд ва ҳамроҳи шогирдон дар ин ҷо омада машқҳои дастаҷамъӣ гузаронад. рафти машқу рафти усулҳое ки нишон доданд, дарсҳое ки гузаштанд, ҳамаи мо бар мо маъқул шуданд. Дар ин боду ҳавое ки дар мавзеи чилдухтарон аст, барои машқу тамрин беҳтар хубтар аст, обу тоби бадан ва дигар машқҳоро дар ҷо мегузаронем. мо бо ҳамроҳии шогирдон дар ин мавзеъ, дар мавзеи обанбори ноҳия, дар мавзеи кӯҳҳои марказ машқу тамрин мегузарондем. هر شرایطی باید این حالت یاد بگیره. تعریف نداره من الان میخوام چه تکنیکی بزنم. حتی اگه میخوام این پونسانگی هم بزنم باید با فدراسیون جودوی جهانی و فدراسیون جودوی توجیک بعداً با مردم برای سنویای ممنوبود معلومه بعداً با مردم که در چلدختران کار و فعالیت و زندگی میکنند تشکر تمام جودوکاران خودمون بیان کنیم که اونا چقدر مهربانان ما را پیشواز گرفتن و در این موضوع یعنی که زندگی در چارچوبه که ما راحت استراحت میگیم تا هم درجه در کاری ما را پیشواز گرفتن و با ما خدمت کردن. семинар рӯзи 17 июл ба поён расид. маъруф азимов ба ин табиат, ба ин кӯҳҳо одат кардааст. ин кӯҳҳо ҳеҷ пастиеро намепазиранд. субҳи он рӯз маъруф ки аз ин пайраҳаҳои кӯҳӣ медавид, аз баландии кӯҳҳо, аз чилдухтарон мегуфт. шояд рӯзе расад ҳамсони ин кӯҳҳои баланд аз ин сарзамин варзишгаре, ҷудокоре ба воя расад ки номи кишварро дар дунё муаррифӣ созад. мехоҳем ки ҳамаи шогирдое ки ҳастанд имрӯз варзишгарое ҳастанд бо омӯзонем, тарбия кунем ва дар мусобиқҳое ки сатҳи минтақа ҷумҳурӣ мешаванд ширкат варзида ва берун аз ҷумҳурӣ парчами тоҷикистонро баланд бардоранд.